خوبی؟ روزت بخیر. سلام، مرسی. خوبم، تو خوبی؟ مرسی عزیزم، ممنون. امیدوارم که حالت هم خوب باشه. من خیلی عالیه، همه چی خوب. بریم برای یه سوال دیگه. من در خدمت هستم. مرسی. خب امروز من میخوام یه بچه هایی که برای پرسه اپلای هستن یه اسکرین رکورد بذارم از اینکه چطوری توی دانشگاه ها استاد پیدا کنن، چطور شروع کنن به سرچ کردن. و یه نکته دیگه ای که مهمه به نظر من اینه که یاد بگیرن توی وبسایت دانشگاه ها بگردن و دانشکده ببخشید توی وبسایت دانشگاه ها بگردن و دانشکده های مختلف رو پیدا کنن که چی به دردشون میخوره و ببینن که هر دانشکده یا هر دانشگاهی به صورت کلی شرایط اپلایش چیه، چه نمره‌ای میخواد واسه تافل یا مثلا آیلتس، جی آر ای میخواد نمیخواد. خلاصه اینا رو لازمه این کار اینه که یاد بگیرن چطوری اکسپلور کنن در واقع اون وبسایت دانشگاه رو. آره. آره و من فکر کردم که این میتونه به درد بخور باشه. گروه ها دیدم که ببخش بس حرف نه بگو. خیلی تو گروه ها دیدم که صرفا به خاطر اینکه میگن خیلی کلی میگن آره آمریکا که بالای 7 میخواد، داره 8 میخواد. بر اساس اینکه میبینی که ریز بشی میتونی خیلی اطلاعات دقیق‌تری در بیاری. این خیلی نکته مهمه. آره یه دانشگاه سنگینی و فشار رو خودت رو بدونی دقیقاً چقدر باید بذاری. دقیقاً، چون یه دانشگاه ممکنه آیلتس 6 بخواد، یه دونه به قول تو 7 بخواد، واقعا خیلی فرق میکنه و شما یه دونه دفتر لازم دارید که اسم دانشگاه ها رو بنویسید، رنکینگ دانشگاه رو پیدا کنید، ببینید که هر دانشگاهی چه نیازمندی هایی داره واسه اپلای، چه در واقع لیست نیازمندی هاش، چیزایی که میخواد برای اپلای چیه و طبق رزومتون ببینید به چه رنک دانشگاهی، به چه بازه رنکی شما مچ میشین. یهو مثلا با یه رزومه مثلا معمولی نرید رنک 1 تا 10 اپلای کنید. خب این تلاش بیهوده است. یا با یه رزومه خیلی خفن حیفه که برید مثلا رنک مثلا 100 به پایین و فقط اپلای کنید. شما بهتره که بدونید تو چه بازه دانشگاهایی به شما میخوره، مچ میشید و واسه اونا تمرکزتون رو بذارید. مثلا میخواین شانستون رو امتحان کنید برای یه دانشگاه بهتر و خفن، اوکی یه شانس بهش میدید، ولی تمرکز باید روی اون جایی باشه که به صورت میانگین به شما میخوره. و من یه اسکرین رکورد میذارم نشون میدم که چطوری مثلا به عنوان مثال یه دانشگاه رو میذارم که چطوری بریم توی وبسایت دانشگاه پیدا کنیم چی به چیه، کجا به کجاست، کجا اپلای کنیم، چیا میخواد، چیا مهمه توجه کنیم بهش. مثلا وقتی ما میریم بعد نمیدونیم که آقا مثلا تعداد ریکامندیشن لتر مهمه، اینکه چند تا نامه توصیه نامه میخواد. ما میریم 2 تا توصیه نامه میگیریم واسه برای اپلای، میرسیم میبینیم مثلا دانشگاهی که میخوایم 3 تا توصیه نامه میخواد، حالا اون دم آخر بگردیم دنبال استاد. خلاصه زیر کار سخت میشه. بهتره که آگاهی داشته باشیم، بدونیم چه خبره و واسه اون برنامه‌ریزی کنیم. من اینا رو میذارم و امیدوارم که به درد بچهای اپلای بخورید. سوالی اگه داشتید هر چی بود برام بنویسید. مرسی ازت، ممنون که زمان میذاری و اینو بهمون یاد میدی. خیلی خوبه. باشه، ممنون ازت. مرسی علی، میبینمتون تو ویدیوهای بعدی. سوالی اگه داشتید بنویسید و اگه نظری داشتید هر چیزی واسه ویدیوهای بعدی بگید حتما. ممنون ازت، سپاسگزار. مرسی که همه بچه‌ها گوش دادن. کانالم سابسکرایب کنید، به دوستانتون معرفی. جهت نمونه من دانشگاه میشیگان اناربر رو انتخاب کردم که بریم یه چرخی توش بزنیم ببینیم چه خبره و چه اطلاعاتی رو میتونیم از دانشگاه پیدا کنیم، از وبسایتش چطوری بگردیم سرچ کنیم که مفیدتر باشه. الان من توی وبسایت اصلی دانشگاه دارم میرم تو قسمت ادمیشنز ببینم چیا داره، اینجا چه اینفورمیشنی گیرم میاد و دیدم یه کلا قسمت یه سکشن داره به نام Graduate Studies که توی Graduate Studies یه Graduate Schools and Colleges داره که خب این خیلی قسمت خوبیه. من میخوام ببینم که این دانشگاه چه دانشکده هایی، چه رشته ها و پروگرام هایی توش هستش. به جز اون پروگرامز آف استادی هم داره، یعنی رشته هایی که اونجا میشه بخونی برای گریجویت یا تحصیلات تکمیلی. بعد دیدم که به چه لیست بلند بالایی که شما میتونید با توجه به رشتهتون، بک‌گراندتون، اون رشته‌ای که میخواین ادامه بدید رو اینجا پیدا کنید. لزوما لازم نیست عین رشتهتون باشه، خیلی وقتا رشته های دیگه مشابه هم میتونه به دردتون بخوره، یعنی خودتون رو محدود نکنید. حالا من الان به عنوان مثال رفتم توی مکانیکال انجینیرینگ دیپارتمنت، یعنی وبسایت دانشکده مکانیک. چرا؟ چون من خودم موقع اپلای بک‌گراندم مکانیک بود، حالا الان خودم گذاشتم تو جای اون زمان خودم. توی این قسمت هم دوباره قسمت ادمیشنز هست.
اینجا هم دوباره graduate admissions شما میخوایم تحصیلات تکمیلی اپلای کنیم دیگه و اینجا یه application requirements داره. این دقیقاً اون چیزیه که ما بیشتر از همه دنبالشیم توی وبسایت دانشگاه و اون چیه؟ اینه که ببینیم ما موقع اپلای برای این دانشکده این دانشگاه چه نمره هایی لازم داریم، چه مدارکی لازم داریم و مینیمم نمره هایی که باید داشته باشیم چیه. حالا چرا این به درد میخوره؟ برای اینکه ببینید که آیا این دانشگاه به نمره های شما، به رزومه شما چقدر نزدیکه و اگر که نزدیکه توی اولویت هاتون باشه هایلایتش کنید، خیلی کانسیدر کنید که به استاداش ایمیل بزنید، دنبال پوزیشن باشید و در واقع تو اون دانشگاه ها دنبال اپلای و پوزیشن و این حرفا باشید. دانشگاه هایی که شما مینیمم نمره هاتون باهاش فاصله داره یا دیگه همه چیتون کف مینیممشه، یعنی مثلا گفته مینیمم 2.5 شما 2.5 یعنی چیزی بالاتر ندارید، اونها رو بذارید دسته بعدی، یعنی اولویت روی اونایی باشه که شما دستتون پرتر براش. چرا؟ چون شما یه وقتی اپلیکیشن رو پر میکنید چند تا کس دیگه هم هستن که همزمان با شما اپلیکیشن رو پر میکنن و شما باید با اونها یه جوری رقابت کنید دیگه. حالا هر کی سبدش پرتر شانسش بیشتر توی این قضیه. حالا چیا توی این صفحه به درد ما میخوره؟ مینیمم مثلا نمره GRE، مینیمم نمره زبان، letters of recommendations مثلا برای مستر یا PhD چند تا توصیه نامه لازم دارید. اینجور چیزا اینجا به دردتون میخوره، یعنی از این صفحه این اطلاعات رو بردارید و یادداشت کنید و جمع‌بندی کنید که هر دانشگاه هر دانشکده چیا لازم داره، مینیموماش چیه. یه چیز دیگه که من دنبالشم و پیدا نکردم ددلاین اپلایه. این هم خیلی مهمه. چرا مهمه؟ چون شما وقتی میخواید اپلای کنید یه لیست از دانشگاه ها دارید، بعد ممکنه که زمان بندیتون بریزه به هم. ممکنه زمان بندیتون بریزه به هم، قاطی کنید این دانشگاه ها رو با هم دیگه. اگه بدونید که هر دانشگاه ددلاینش کیه، میدونید کدوما تو اولویتن، کدوما رو اول اپلای کنید و کلا براتون بهتر میشه. خب بعد من دیدم اون ددلاین همون صفحه اول بود که لیست بلند بالا داشت، اونجا ددلاین رو زده. الان نگاه کن نوشته اپلیکیشن ددلاین و برای فال اگه میخوایم برای مقطع PhD اپلای کنید 1 دسامبر، مقطع مستر 15 ژانویه. اینم پس توی اون یادداشتاتون مینویسید که این دانشگاه این دانشکده ددلاینش کیه. قدم بعدی، این دانشکده رو دیدیم، این دانشگاه رو دیدیم، به ما میخورد، حالا همه اینا. حالا بریم ببینیم استاداش چطوری، یعنی چقدر استاد داره که به کار من شبیه، به بک‌گراند من میخوره و یه نیم نگاهی هم به اساتیدش بندازیم. چون شما بعد از اینکه دانشگاه رو فیلتر کردید، دانشگاه هایی که بهتون میخوردن پیدا کردید، حالا باید برید ریچ اوت کنید به استادا و این قسمت فکالتی دانشکده ها لیست اساتید رو میارن، شما قشنگ نگاه میکنید. معمولا هم همین شکلیه، یعنی لیست اساتید که میاد یه سامری یا یه ریسرچ اینترست، ریسرچ پلان، یه همچین چیزی هم نوشته که شما ببینید که چقدر از همون چند خط به کار شما ممکنه بخوره یا نه. اگه فکر میکنید شانسش هست و ممکنه بخوره، اونو جدا باز میکنن استادو که برید توی صفحهش و دیتیل بیشتری رو بخونید. الان این استادی رو که من باز کردم دیدم که وبسایت خودشون رو دارن برای لب خودشون و این الان وبسایت خودشونه، صفحه خودشونه. بعضی از اساتید دارن و کمک میکنه با ریسرچشون بیشتر آشنا شید، با گروهشون بیشتر آشنا شید. احیانا اگر دنبال پوزیشن هستید و پوزیشنی دارن اونجا شاید نوشته باشن و همه اینا. خب بعد نکته چیه؟ نکته اینه که شما با توجه به کورسایی که برداشتید، پروژه هایی که انجام دادید و کلا هر چیزی که توی رزومتون هست، باید به کسایی ریچ اوت کنید که به اون کارها و دستاوردها و همه چیزای شما نزدیکتر باشه که شما موقع اپلای، موقع مصاحبه با اون استاد حرف واسه گفتن داشته باشید، بگید چرا من میخوام با شما کار کنم. الان من صفحه یه استاد دیگر رو باز کردم که این استادی که باز کردم وبسایت ندارن ولی خب میتونید مثلا اسمشون رو سرچ کنید توی گوگل اسکالر، پیپراشون رو بخونید.
یه چیز دیگه هم که هست گوشه ذهنتون داشته باشید استاف دانشگاه است یا دانشکده. استاف دانشکده یعنی کارکنان اونجا که برای اینه که جواب سوالای شما رو بده. قبل از اپلای، بعد از اپلای، واسه فالوآپ اگر سوالی دارید میتونید به اینها پیام بدید، ایمیل بدید و راهنماییتون بکنند. پس یه استپ چی شو جمع‌بندی بخوام بکنم، دانشکده و دانشگاه رو بگردید، اون دانشکده که به رشته شما، بک‌گراند شما نزدیکن پیدا کنید، ددلاینشون، ریکوایرمنتاشون رو پیدا کنید. قدم بعدی اینه که برید استادها رو نگاه کنید، ببینید که چه استادایی داره، چقدر استادا کارشون به شما میخوره و گوشه ذهنتون هم استفشون رو داشته باشید که اگر سوالی داشتید از خودشون مستقیم بپرسید و امیدوارم که توی این راه همتون موفق باشید. اون چیزی که بهترین هست براتون اتفاق بیفته. هر سوالی هم داشتید تو کامنت ها بنویسید. مرسی، خدافظ.